آیا می خواهید بدونید که پیامبر صلی الله علیه و سلم در لحظات آخر عمرشان چه پیامی برای امت خودش گذاشت؟ در آخرین روزهای عمر پیامبر با بدنی رنجور به مسجد آمدند. بر منبر نشستند، نگاهی به یاران کردند و فرمودند: ای مردم، اگر حقی بر گردن من دارید بیایید همین جا بگیرید. نمیخواهم با باری بر دوش به دیدار پروردگار بروم. اصحابا میدونستند که این آخرین پیام‌های رسول خداست. صدای گریه اصحابه ها بلند شد. همه سر به زیر انداختند. ناگهان مردی برخاست و گفت: ای رسول خدا، روزی در جنگ تازیانه شما به بدنم خورد. امروز میخواهم قصاص کنم. مسجد در سکوتی سنگین فرو رفت. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم آرام فرمودند: حق با اوست، همان تازیانه را بیاورید. یاران اشک میریختند و از نگرانی میلرزیدند و پیامبر هم مریض بود با جانی خسته. پیامبر ردای خود را کنار زدند و فرمودند: بزن همانجا که خورده است. مرد جلو آمد، دستانش میلرزید. ناگهان تازیانه را بر زمین انداخت، خم شد و بدن پیامبر را بوسید و با گریه گفت: یا رسول الله، قصاص نمیخواستم، فقط میخواستم آخرین بار بدن پاک را لمس کنم و اینجا توشه قیامتم قرار دهم. اشک یاران چون باران جاری شد. پیامبر لبخندی زدند و فرمودند: کسی که میخواهد مرا در قیامت خوشحال ببیند باید حق مردم را ادا کند و با دلی پاک به دیدار خدا برود.